سلام میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان پیک شادی و امیدواریم که فرصت همراهی با کامنت این هفته رو داشته باشید. من هم سلام عرض میکنم و امیدوارم که همه شما عزیزان سالم و سرفراز باشید. خب بابا که کجا شروع کنیم؟ چی از کجا شروع کنیم؟ کامنت رو دیگه. بابا دیگه خامنه‌ای برای ما کامنتی نذاشت که خودش نوشت و اجرا کرد. نگاه کن این رد صلاحیتاش با اون جسم ناقصش که ناقص بود، با این رد صلاحیت و این نمایش انتخابات جسم ناقصش رو ناقص‌تر کرد. بیا اینم کاندیدای تایید ما نفهمیدیم این انتخابات یا کمدی استندآپ. طبق اطلاعیه ستاد انتخابات کشور، نامزدها عبارتند از آقایان مسعود پزشکیان، مصطفی پور محمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، سید امیر حسین قاضیزاده هاشمی و محمد باقر قالیباف. خب این از اونایی که تایید صلاحیت شدن. حالا اونایی که رد صلاحیت شدن، الا ماشاءالله، از حقانیان تو بطن هفتم شروع کرد تا کواکبیان که احتمالاً خارج از بطن هفتم بود. حالا سوال اینجاست که بابا اینا همه وزیر و وکیل خودش بودن که چی شد تو الان صلاحیت داشتن یهو بی صلاحیت شدن؟ واقعا سوالت اینه؟ به این میگن مهندسی انتخابات دیگه. ببین مهندسی که اصلا بیا خودش نگاه کن، این سخنگوی شورای نگهبان گفته اصلا ما مهندسی انتخابات بلد نیستیم. به این قیچی کاندیدابور یا کاندیدا قطع کن باید گفتش که شکست نفسی نفرمایید. اختیار داری مهندس. یکی تو بلد نیستی مهندسی کنی که اون رئیس دایناسور جنتی ملعون که شب گذشته یا شب پیشتر گذشته کنار تو بیت کنار منقل نشسته با عضو تو بطن هفتم نشسته قشنگ مهندسی کرده. بیا اینها نگاه کن. فشار نمیارن که چه کسی رو تایید کنن چه کسی رو تایید نکنن. این فشارها جواب نمیده؟ اصلا همچون فشاری نیست. اصلا همچون جرأت نمیکنن. میبونن دیگه که این حرف گفتگوش ما نمیره. نه خوبه الحمدلله. ما داریم از اولی که تا اومدیم اینجا تا حالا یه خط مستقیمی را به لطف خدا انتخاب کردیم، این خط تا ادامه میدیم. فقط این زیرنویس فارسیش که تازه این زیرنویس هم زده بود نفهمیدیم چی گفت. اما این نکته جالب این بود بابک، این همه گفتن آقا دولت رئیسی و باید دولت رئیسی ادامه پیدا کنه، زدن تمام وزیرای دولت رئیسی رو قلقم کردن که بله کابینه جوان حزب الله. ببین بدبخت‌تر از همه این وزیر ارشاد رئیسی بود. اول خرداد رو با آبقوریگیری برای رئیسی شروع کرد، وسط رفت اسمشو نوشت ریش نیشش تا بناگوش باز شد. تایید صلاحیت نشد، دوباره اشکش در اومد. خرداد را چگونه گذراندید؟ آره کاربرام گفتن که خرداد را چگونه گذراندید. هر خبر یک نظر بشنوید در کامنت. میگم بابک خامنه‌ای با این رد صلاحیت ها و اینا یه چای یه رنگی برای خودش ریخ، یه دولت یه رستی داشته باشه. این وسط ما نفهمیدیم این مگس چی بود انداخت تو چایی. این پزشکیانو میگم. این مگسی که انداخت خودش همرنگ چای عظماست، این هیچ تهدیدی نداره. بدبخت این اصلاحاتچیایی که از این مگسه آب از لب و لوچه‌شون آویزون شده که آی گشایشی حاصل شد. حالا نمیدونم که این بارم خر داغ میکنن. خر یعنی برادران لاریجانی رو داغ میکنن. فقط نکته قابل توجه اینه که همین پزشکیان هم که قبلا رد صلاحیت شده بود، چه اتفاقی افتاد تو این فاصله که یهو صلاحیتش دوباره تایید شد؟ خب چه اتفاقی افتاد؟ التزام قلبی و عروقیشو نشون داد. بیا مصاحبه کرده گفته هدف من از شرکت در این دور انتخابات افزایش مشارکت و پیشبرد سیاست‌های رهبری است. یعنی منویات خامنه‌ای. تمام شد دیگه. به هر حال حضور ما، قصد ما از شرکت در انتخابات افزایش مشارکت مردمی و آوردن یه ده افراد پای صندوق‌های رأی. نهایتاً آنچه که مهمه به نظر من و میتونه به اصطلاح محور مشترک همه ماها باشه، همون سیاست‌های کلی مقام معظم رهبریه. اینم از اصلاحاتیشون. این بدبخت اصلاحاتچیا با عرض معذرت از کلمه اصلاحات اونقدر بدبخت و ذلیلن که یه تکه استخوانی مثل پزشکیان هم انداخته میگن نگفتیم گشایش بود. داستان اون تاجره یادته
که بارود قاچاق میکرد میگفت سیاه‌دانه است، گرفتن زیر ریشش آتیش زدن، ریش و صورتش میگفت نگفتیم سیاه‌دانه است، اینا میگفت نگفتیم گشایشه. حالا یارو میگه من اومدم منویات رهبری رو پیش ببرم، میگه نگفتیم گشایشه. هر خبر یک نظر بشنوید در کامنت. خب حالا 2 کلمه بشنویم از دختر بوفالوی ولایت یا همون فرست لیدی، نه سکند لیدی یا هالف خودش میگه من فرست لیدی نیستم، سابق نظام که الان هم اساسی مصیبت دیده است. خیلی زخم زبان کشید، خیلی استهزا شد در مورد همون کسی که شما کتابهاش رو الان دارید مشاهده میکنید. گفتن ایشون که سواد نداره، کلاس نرفته، 6 کلاس درس خوند. خیلی زخم زبان زدن و ایشون خیلی صبور بود. باز هم میزنند احتمالا. چی با آهونالا صحبت صداش در نمیاد. ببین این نگران هنوز تو شوک هلیکوتلت شدن رئیسیه. ناراحت رئیسی نیست، ناراحت همون که فرست لیدی رو از دست داده، ناراحت اونه. یکی نیست آخه به این بگه اومدی به اون ملعون پروپاگاندی کنی، درست نقطه ضعفشه که مردم داشتن فراموش میکردن 6 کلاسی شدن این بود و یادشون انداخت. تعریف بود از رئیسی کردی، الان رئیسی تو اون جهنم فوش میده میگه ببین این هم از فرست لیدی ما. هر خبر یک نظر بشنوید در کامنت. بابا که این آخوند رئیسی فقط برای خامنه‌ای مهره بی جایگزین نبود، توی کامنت هم، تو سوژه های کامنت هم یه جورایی بی جایگزین بود. الان ما این قطار پیشرفت رو چیکار کنیم آخه؟ برای اینکه جاش تو کامنت خالی نباشه این تیکر اول ببینیم. هم در زمینه فضایی از ابتدای این دولت به اندازه کل 13 سال قبل پرتاب فضایی انجام شد. این بدبخت ملعون خبر نداشت که آخرین پرتاب فضایی نظام و مهمترین و مؤثرترینش پرتاب خودش به سمت کوه. ولی دوستان در فضای مجازی برای اینکه ما قطار پیشرفت یادمون نره یه تصویر شماتیکی از این قطار پیشرفت رئیسی گذاشتن که با هم خوب اونم ببینیم. هر خبر یک نظر بشنوید در کامنت. میرسیم به کامنت یک جمله‌ای که این بار به خاطر پاسدار جلیلی بدون هیچ دلیلی میخوایم 2 جمله‌ایش کنیم. اول نگاه کنین عکس رفته ترمینال با اتوبوس میخواد بره سفر استانی اوج ساده زیستی. این دجالچه فکر میکنه شعور همه مردم ایران اندازه خودشه. آخه یکی نیست به این چی بگم موجود، آدم که نمیشه به این موجود بگی بابا این خرجی که خرج عکاس، قروق کردن اونجا، ادیتور، نشر این عکس کردی رو میدادی یه بلیت فرست کلاس هواپیما میگرفتی خودت راحت میکردی. این میزان که تو داری پوپولیستی کار میکنی میترسم سفر استانی تو با الاغ بری. تازه تو مگه همون نیستی که یکی از نوچهات ساداتی نژاد 3 میلیارد دلار فقط اختلاس کرده، بعد تو چای دبش که معرف حضور همه هست، تو تازه پوز این میگیری که با اتوبوس میری سفر استانی. ولی کلا عکسای این پاسدار جلیلی کامنت خوره. این یکیو ببین آخه این چه عکسیه، جا قحط مگه عکس تبلیغاتی رفتی اینجا گرفتی تو خرمن. این عکس به نظر من خیلی دقیقه، خیلی نمادینه. یکی منوی غذاییشو گفته، یکی هم گفته وعده های من سر خرمنه. وعده سر خرمن. گفته من انقدر ساده زیستم که با یونجه زندگی میکنم. هر خبر یک نظر بشنوید در کامنت. از اینکه با ما همراه بودید از شما متشکریم و تا دیدار دیگه با شما خداحافظی میکنم. موفق و پیروز باشید.